اگه قانون جذب واقعیه، چرا خیلی‌ها با تجسم، دعا و تمرکز به خواسته هاشون نمیرسن؟ اصلا قانون جذب واقعیه، علمیه یا فقط یه توهم خوشگل انگیزشیه؟ بیاید توی این ویدیو با هم دیگه بررسی کنیم که قانون جذب چیه، از لحاظ علمی توجیه میشه یا نه و آیا میتونیم بهش تکیه کنیم یا نه. پس با من در ادامه همراه باشید. همراه باشید. سلام، من سحر هستم و به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه قانون جذب رو از نظر فلسفی، روانی، علمی و فیزیکی بررسی کنیم. قبل از هر چیز بیاید با هم دیگه قانون جذب رو بررسی کنیم و ببینیم که ماهیتش چیه. یه تعریف ساده براش وجود داره. قانون جذب یعنی افکاری که مدام توی ذهنمون تکرار میشن میتونن روی زندگیمون اثر بذارن و همون چیزهایی رو جذب کنن که در درون ما داره اتفاق میفته. مثلا اگر به طور مداوم فکر کنی که ثروتمندی، لایق ثروتی و آدم پولداری هستی، پول و ثروت واقعی به زندگی جذب میشه و موفق میشی. قانون میگه ذهنتو آهن رو باست و همون چیزی رو جذب میکنی که بهش فکر میکنی. اما حالا بیاین از دیدگاه‌های مختلف این قانون رو بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعی کار میکنه یا نه. اول از همه بیاین از نظر فلسفی بررسیش کنیم. در واقع ریشه این قانون برمیگرده به مکتب بودیسم و هندویسم که توی این مکتب گفته می شده که هر کاری کنی، هر فکری داشته باشی به خودت برمیگرده. در واقع هم قانون عمل و عکس العملیه که نیوتن در مورد نیروها بهش رسیده بود. بودیسم و هندویسم هم این تفکر رو داشتن که این قانون برای زندگیشون هم کار میکنه. در واقع در بودیسم و هندویسم مردم معتقد بودن که هر فکر، هر کار و هر چیزی که درون زندگی ماست انرژی داره و به خودمون برمیگرده. در قرن 19 جنبشی به نام جنبش تفکر نو به وجود اومد که توی اون جنبش متفکرانی مثل والاس والتز و ویلیام واکر آتکینسون معتقد بودن که ذهن ما میتونه واقعیت بیرونی رو خلق کنه و تا مدت‌ها به این باور پایبند بودن. تمام مکتب‌های عرفان‌های غربی و شرقی مثل مکتب امرسون از آمریکا معتقد بودن که واقعیت درونی ماست که واقعیت بیرونی رو میسازه. ما تا اینجا فعلا قانون جذب و ماهیت اون و باورهایی که در فلسفه قدیم مثل فلسفه بودیسم و هندویسم، رواقیون، امرسون و یا جنبش تفکر نو داشت بررسی کردیم. حالا بیاید بریم وارد یه زمین علمی تری بشیم و از نظر روانشناسی این قانون رو بررسی کنیم. روانشناسی مثبت و علوم رفتاری نشون دادن که وقتی ذهن ما روی یک چیز متمرکزه، مغز ما سعی میکنه که اون چیز رو واقعی تر جلوه بده و واقعی تر بهمون نشون بده. مثلا برای هممون پیش اومده کافیه که فکر کنیم که ماشین شاسی بلند جدیداً زیاد شده. از فردا به صورت ناخودآگاه میبینیم که همه خیابونا و همه جاده ها پر از ماشین شاسی بلند شده که به این میگن فیلتر مغز یا اثر RAS. اون چیزی که داری بهش فکر میکنی رو بیشتر میبینی، مغزتون رو بیشتر بهت نشون میده، روش فوکوس میکنه. تو همه اون ماشینا بودن، ماشین شاسی بلند بودن، خب فقط وقتی که تو بهش بیشتر فکر کردی ذهنت بیشتر روش فوکوس کرده. از طرفی روانشناسی رفتاری نشون داده که داشتن باور مثبت باعث میشه که انگیزه، عمل کرد و تمام رفتارهای ما با توجه به اون باور مثبت تغییر کنه و روی اونا تاثیر میذاره. فقط و فقط تصویرسازی ذهنی توی ورزشکاران و حتی بیماران بدون اینکه هیچ دارویی مصرف کنن نشون داده که میتونه حال اونها رو بهتر کنه. مثلا دل کارنگی توی کتاب آینه زندگی با یک بیمار سرطانی مصاحبه کرده و داستان زندگی اون رو آورده. این بیمار باور داشته که حالش خوبه، اما از نظر پزشکی دکتر ازش قطع امید کرده بودن و حتی بهش زمان داده بودن، مثلا 2 ماه یا 6 ماه گفته بودن که بیشتر زنده نیستی و تمام داروها رو قطع کرده بودن. اما این فرد با تفکر مثبتی که داشت، با باور مثبتی که داشت، حرف دکترها رو قبول نکرد، به زندگی خودش ادامه داد، شاد بود و تا سالهای سال هم زندگی کرد و حتی اون سالی که دل کارنگی باهاش صحبت کرده بود و داستان زندگیشو می‌خواست، فکر کنم حدود مثلا 10 سالی گذشته بود که از اون تایمی که بهش داده بودن که قراره 2 ماه دیگه زنده نباشی. پس از نظر روانشناسی قانون جذب میتونه توسط عملکرد ما، توسط ذهن مثبت ما و مسیرهایی که برای رسیدن به اون چیزی که لازم داریم یا اون چیزی که بهش فکر میکنیم و باور داریم و میخوایم جذبش کنیم متفاوت بشه. طبق روانشناسی اثرات قانون جذب در اثر ذهن ما، رفتار ما و عملکرد ما واقعی میشه. توی روانشناسی رفتاری به این اثر که باور مثبت باعث بهبود حالت میشه و یا باعث میشه که موفقیت به سمتت بیاد، اثر پلاس بیو گفته میشه و خیلی از ورزشکارا، کارآفرینا، هنرمندا و غیره برای موفقیتشون از این تکنیک ساده استفاده میکنن. اگه تا اینجای ویدیو برات جالب بوده، پس لطفاً همین الان کانال منو سابسکرایب کن و همین ویدیو رو لایک کن.
حالا بیاید به قانون جذب از نظر فیزیکی نگاه کنید. این روزها خیلی‌ها هستن که قانون جذب و فیزیک کوانتوم رو با هم دیگه ادغام میکنن و اون رو با فیزیک کوانتوم توجیه میکنن. حالا بیاید ببینیم که واقعا قانون جذب ربطی به فیزیک کوانتوم داره یا نه. خیلی وقتا شنیدین که میگن همه چیز در جهان انرژی است و ما چیزهایی رو جذب میکنیم که انرژی ما با اونا بخونه. اما بیاید ببینیم که واقعا این حرف یا این گفته یه واقعیت علمی از نظر فیزیک کوانتومیه. در واقع فیزیک کوانتوم 3 پایه داره. 1. ذرات و حتی کوچکترین ذرات که بهشون میگن کوانتوم، مثلا الکترون ها 2 حالت از خودشون نشون میدن، حالت موجی و حالت ذره‌ای، و اینها میتونن همزمان در 2 حالت باشن که بهش میگن اصل برهم‌نهی. پایه دوم فیزیک کوانتوم اثر مشاهده‌گر نامیده میشه که این قانون در واقع میگه مشاهده نتیجه رو تغییر میده، رفتار ذره رو تغییر میده، که برای این اثر مشاهده‌گر یه آزمایشی به نام آزمایش دوشکاف هم انجام شده. و در فیزیک کوانتوم یک پایه دیگه ای هم داریم که میگه انرژی در ذرات به صورت غیر قابل درک از بشر، یعنی بشر هنوز نتونسته درکش کنه، انرژی ذرات به طور غیر قابل درکی از ذره‌ای به ذره دیگه منتقل میشه که این با میدانهای کوانتومی توجیه میشه. اینها که گفتیم به معنای قانون جذبه، یعنی قانون جذب با فیزیک کوانتوم توجیه میشه؟ نه دقیقاً، نه لزوما. این فقط یک برداشت غیر واقعی از فیزیک کوانتومه. این ایده که ذهن ما انرژی داره و میتونه جهان رو کنترل کنه و بر جهان تأثیر بذاره چون انرژی داره، یک برداشت کاملا اغراق‌آمیزه. و چرا حالا اینو دارن به فیزیک کوانتوم نسبت میدن؟ به خاطر اینکه حرف بعضی از دانشمندها رو اغراق‌آمیز تلقی کردن یا اینکه دارن ازش سوء استفاده میکنن. مثلا آلبرت انیشتین گفته همه چیز انرژی است. به همین حرفش استناد کردن و قانون جذب رو باهاش توجیه کردن. درسته که آلبرت انیشتین گفته که همه چیز در جهان انرژی است، اما هیچ وقت مستقیما در مورد قانون جذب حرفی نزده و هیچ وقت نگفته که من از این قانون استفاده کردم. نیلز بور و شرودینگر هم که از پایه‌گذاران فیزیک کوانتوم بودن، هیچ موقع از قانون جذب ذهن و فرکانس اون صحبت نکردن. این وسط آمیت گواسومی و فرد آلن ولف کسانی بودند که خواستن فیزیک کوانتوم و قانون جذب رو به همدیگه مرتبط کنند و میخواستن یه جورهایی مباحث ذهنی و معنوی رو به قوانین فیزیک کوانتوم ربط بدن. اما در جامعه علمی فیزیکی هیچ وقت باورهای این 2 نفر پذیرفته نشده. در واقع تا الان از نظر فیزیک کوانتوم هیچ وقت تایید نشده که ذهن ما صرفاً میتونه روی واقعیت بیرونی تأثیر بذاره. توی همین رابطه نگاه‌های انتقادی زیادی هم به قانون جذب از نظر فلسفی وجود داره. بعضی فلاسفه مثل نیچه یا سارتر معتقد بودن که ذهن اونقدرها هم تحت کنترل ما نیست و ما در جهانی زندگی میکنیم که پر از عوامل بیرونیه و این عوامل هم روی ذهن ما و هم روی موفقیت و پیشرفت زندگی ما تأثیر میذارن. سوال اصلی اینه که قانون جذب واقعا کار میکنه؟ پس چرا فلسفه های قدیم یا حتی از نظر نگاه روانشناسی توجیه میشه؟ بیایید با هم دیگه بیشتر و بیشتر بررسیش کنیم. آیا ما واقعا با صرف فکر کردن به یک چیز میتونیم اون رو توی زندگیمون خلق کنیم یا نه؟ تا اینجای ویدیو مطمئن شدیم که قانون جذب و فیزیک کوانتوم به هم دیگه هیچ ارتباطی ندارن و قانون جذب با فیزیک کوانتوم توجیه پذیر نیست. حالا بیایید بریم سراغ یکی دیگه از قوانین فیزیک به نام قانون ارتعاش. اگر نمیدونی ارتعاش چیه و چه ربطی به فیزیک داره، میتونی ویدیوی ارتعاش چیست رو توی همین کانال خودم ببینی. خیلی خلاصه و مفید. بیاین یه نگاه دوباره به قانون ارتعاش داشته باشیم. قانون ارتعاش چی میگه؟ قانون ارتعاش در واقع میگه تو چیزی رو جذب نمی‌کنی که می‌خوای، تو چیزی رو جذب می‌کنی که هستی. این قانون میگه هر فکر، احساس و باور یک فرکانس مخصوص به خودش داره. وقتی حس تو پر از آرامشه، ارتعاشت بالاست. وقتی حست پر از شکرگزاری، ارتعاشت بالاست. و ارتعاش بالا دقیقاً موقعیت‌هایی رو جذب تو میکنه که هماهنگ و هم فرکانس با اون ارتعاش هستن. در واقع برای اینکه چیزی رو بتونی جذب کنی، باید ارتعاشت با اون هم فرکانس باشه. و دقیقاً همین جاست که قانون ارتعاش وسط میاد. قانون ارتعاش یا وایبریشن میگه ذهن ما و بدن ما با توجه به افکار و احساساتی که داریم یک فرکانس و انرژی درونی دارن. خب تا اینجا فهمیدیم که قانون ارتعاش یا وایبریشن به ما میگه هر چیزی که توی ذهن ما باشه یک فرکانس و یک انرژی داره و ما دقیقاً همون چیز رو جذب میکنیم که هم فرکانس با ما باشه. یعنی اگر درون تو پر از حس فقر، حس ندونستن، نگرانی و یا استرس باشه،
تو نمیتونی شادی و پول رو به خودت جذب کنی. چرا؟ چون که پول سراغ کسی که ارتعاش پایین داره، ارتعاش فقر داره از خودش ساطع میکنه نمیره. اگر میخوای به ثروت برسی باید ارتعاش ثروت داشته باشی، باید باور کنی که ثروتمندی و لیاقت ثروتمند بودن رو داری تا ثروت به سمت تو بیاد. حالا بیایم با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم که از نظر علمی این حرف چقدر درسته، قانون ارتعاش چقدر درسته. از نظر علمی تمام ذرات، تمام ماده ها و هر چیزی که در این دنیا وجود داره، حتی ذرات در سطح کوانتومی مثل الکترون ها، ارتعاش و فرکانس خودشونو دارن، چون در حال حرکت و لرزیدن هستن. یعنی مثلا یه مولکول ارتعاش خودشو داره، یه هورمون ارتعاش خودشو داره، یه تپش قلب ارتعاش خودشو داره. بدن انسان، مغز، قلب و تمام هورمون های بدن اون هم با توجه به ماده های شیمیایی که توی بدن وجود داره بر اساس تپش قلب فرکانس هایی رو از خودش تولید میکنه که از نظر علمی قابل اندازه‌گیری هم. با دستگاه‌هایی مثل EEG و ECG میشه این فرکانس رو اندازه گرفت. یعنی این حرف که افکار ما ارتعاش دارن و این ارتعاش جهان بیرون ما رو میسازه درسته؟ در واقع این حرف از دو جهت توجیه میشه. اولا به طور کامل فکر ماده نیست و انرژی نداره و ارتعاش نداره، اما فکر ما روی هورمون‌های ما، روی تپش قلب ما، روی احساس رضایتمندی ما و روی مغز ما اثر میذاره و باعث میشه که زمانی که خوشحالی یه دونه تپش قلب داری، یه نوع تپش قلب داری، زمانی که ناراحتی و اندوهگینی یه نوع تپش قلب داری. وقتی که خوشحالی، وقتی که سپاسگزاری، وقتی که حس عشق داری، انرژی بیشتری رو به جهان منتقل میکنی، پس ارتعاشت بالاست. و وقتی که نگرانی، وقتی که پر از حس فقری و وقتی که استرس داری، استراب داری و غیره، انرژی کمی از خودت به جهان منتقل میکنی، چون انرژی تو برای خودت لازم داری، توی موقعیت خوبی نیستی، پس ارتعاشت پایینه. نوروساینس هم نشون داده که احساسات بهتر میتونن عملکرد مغز و تصمیم گیری رو براش بهتر کنن. در نتیجه تغییرات توی تفکر ما، احساسات ما و ذهن ما میتونه زندگی بیرونی ما رو هم تغییر بده. حالا چطور ارتعاشمون رو ببریم بالا؟ با قدردانی و شکرگزاری، با خواستن و باور داشتن به اینکه خواستت عملی میشه، با مدیتیشن، با مصاحبت با افراد موفق و مثبت نگر و آینده نگر، گوش دادن به موسیقی خوب، ورزش و هر چیزی که انرژی تو رو بیشتر میکنه، در واقع داره ارتعاش تو بالا میبره. اما حالا که ما به اینجای ویدیو رسیدیم و فهمیدیم که قانون جذب نه از نظر علم فیزیک کوانتوم، اما از نظر قانون ارتعاش و از نظر روانشناسی یک موضوع کاملا علمیه، چرا بعضی افراد با تجسم کردن خواسته هاشون و تمرکزشون روی فکر کردن در مورد خواسته هاشون به اونها نمیرسن؟ اینجا یه نسخه افراطی از قانون جذب داریم. این نسخه افراطی چی میگه؟ این نسخه افراطی داره به ما میگه هر چیزی که تو در درون خودت و بیرون خودت داری حاصل تفکر خودته. مثلا فقر، بیماری و یا شکست، بیپولی و غیره، همه تقصیر خودته، دست خودت بوده. اما این نگاه و این نسخه افراطی واقعا خطرناکه. مثلا کسی که توی جنگ به دنیا اومده، توی یک کشور فقیر به دنیا اومده، چطور میتونه فقط با فکر کردن زندگیشو تغییر بده؟ برای اینکه در دام این نسخه افراطی نیفتیم، باید به این موضوعی که الان بهتون میگم توجه. ذهن قوی اثرگذاره، ارتعاش بالا اثرگذاره، قانون جذب واقعیه، اما قانون جذب نباید به هیچ عنوان جایگزین تلاش، فکر کردن و عملکرد مثبت و حرکت تو به سمت موفقیت رو بگیره. در واقع این قانون فقط به تو کمک میکنه حالت خوب باشه، بهتر ببینی و بهتر تصمیم بگیری. قانون جذب واقعیه، خیلی واقعی تر از اون چیزی که توی فیلم راز گفته شده، خیلی واقعی تر از این که یه توهم انگیزشی باشه. بر اثر قانون RAS توی روانشناسی، ذهن تو فیلتر توه و از نظر قانون ارتعاش، ذهن تو ارتعاش تو رو بالا میبره و انرژی تو رو در سطح بالا نگه میداره. و اگر باور مثبت داشته باشی و بخواهی که موفقیت، ثروت، رابطه خوب و غیره رو جذب کنی، میتونی زندگی تو تغییر بدی. اگر این ویدیو برات مفید بود و به تو یه دید تازه داد، لطفاً همین الان کانال من رو سابسکرایب کن تا باز هم ویدیوهای از این دست ببینی و لایک هم یادت. در ضمن اگر فکر میکنی کسی توی زندگیت هست که غمگینه، افسرده است و از رسیدن به هدفش ناامید شده، لطفاً این ویدیو رو براش بفرست. شاید فقط یه تلنگر لازم داشته باشه که بخواد ارتعاشش رو ببره بالا. در پایان خیلی 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 خوشحالم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم همیشه رو به جلو باشید و عشقتون رو هم از من دریغ نکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.